در صحیح بخاری حدیث شماره 34 و صحیح مسلم حدیث شماره 106 از عبدالله پسر عمرو رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 4 صفت هستند که اگر به تمامی در کسی موجود باشند آن شخص منافق کامل است و کسی که یکی از این خصلت‌ها را داشته باشد تا وقتی که آن را ترک می نماید یک صفت منافق در او موجود است. این 4 صفت عبارتند از: اول، هرگاه به عنوان امین یعنی امانتدار قرار داده شود خیانت کند. دوم، به هنگام سخن گفتن دروغ بگوید. سوم، هر وقت عهد و پیمانی ببندد آن را نقض کند. چهارم، به هنگام عداوت و دشمنی از حق تجاوز کند و به دروغ و دسیسه و نسبت‌های نادرست متوسل شود. این خصلت‌ها جزو رذایل انسانی و صفات منافق است و کسی که یک یا چند یا همه این خصلت‌ها را داشته باشد به تفاوت مراتب به منافق شبیه است و همان گونه که منافق در دنیا پست و بی ارزش می باشد در قیامت نیز به عذاب ابدی گرفتار می گردد. مسلمانی نیست که دارای چنین صفاتی باشد در دنیا بی شخصیت و بی ارزش و در قیامت به عذاب شدید مجازات می شود.